روایت میکنن یکی از شیخ‌ها را در کتابای تصوف که ای دنیا میگذره در خواب میبینن میگن منکر و نکیر قدی چخیل گپ زدی گفته اومدن در اومدن پرسیدن خدات کیه رسولت کیه گفته رو گوزن بندم گیره امتم گیره با جواب میتیم نگیره من چی در کوره یوخی الله گو محمد گو میگه ها چو کرد گو همین رفته گو دیگه نیومدن یعنی که برادر دعا کنیم که الله بندمون گیره محمد امتمون گیره صلی الله علیه و سلم بنده وی واقعی خدا باشیم امتای واقعی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم فخری رازی میگه که درجه یوسف ای پدرش بلند بوده است به کدام دلیل میگه همون روزی که 40 سال بعد زمین مصر آمدن پدرش میگه وقتی بالای انمو تخت نشسته پیش یوسف نگاه کرده گفت بچم ایمو صحرا گوزن چه زدن تکاد کنی نقل کن تره چی خیلی کردن چی غمود دادن همون را من در گوزن کنی من گوش کنه بین جمعیت و میگه حضرت یوسف میگن که پیش آمده گو یا ابتیه او تجان گو لا تسأل من هازو بیان میگه پا مخم که این هبینده بزرگی را میده انمیجا فخر روزی میگه ای اوتا بزرگ بوده دمیجا میگه حضرت یعقوب اگه کمتر نه درجهش پایین اومد میگه لا تسأل من هازو بیا همینا نپرس گو واسال بیا بپرس گفت من فضل الله ایو رحمتای خدا پرس من چی خیل ایو چاه برو آورده من امپراتور دنیا کرد خشو به حال انسانی که همین پرونده گناه رو تیز محکم کنه قبچه گناه رو محکم کنه میجه میگه درجهش بلند بوده یعقوب نبی را گوزنی نمون میگه گو بیا گو اگه نکه گو میره محکم کنیم چیزی بود نبود گو من همه میره بخشیدم رفت یوسف خوشروی بود که همین خیل خوشروی بود که بعد از اون میگن یعقوب نبی میگه دیگر در این گل میگه چی شد خراول شد میگه دیگه میگه زیبا های همین خیلی خوشرو های و وقتی که حضرت یوسف وقت میبرن فخری رازی میبیاره 70 رساله فخری رازی فقط در همین کتاب سوره یوسف نوشته گه هر یک رسالش میگه یک پنده یعقوب میگه وقتی که آوردن بنیامین قپیدن دوباره آمدن یا اسفا گو هم داد زد که با غم بیدار کرده چشما و بیضت سفید شد میگه گیره را هم تا پرده گرفت میگه همین پرده گرفت که بعد از اون ماند و با امو غم یوسف دوباره بیدار شد بعد از او گو پروردگار رو شکایتت میکنم تو من واقعا امتحان و سختم گرفته که من اولیای تر بونی کردن نتونستم برادرو بازم میگم پیامبر تحقیر شوه جواب میتیم پیامبر تنقید شوه جواب میتیم علما تحقیر شوه جواب میتیم برای اینا امانتای خدا در زمینه خشا به حال انسانی که در حالتهای وزبینی همین گونه دردانه ها اولیای خدا را پنهان کردن اولیای خدا را جا و جا کردن اولیای خدا را بردن مقصد خدمت ها کردن برای همین میگه یعقوب گریه کرد که پروردگار رو من شکایت میکنم در تو من میدانم رنجم رسیده دردم رسیده همش همین میبینم که من نتونستم ولی تربونی کردم من نتونستم دو مخلوق در پدسش کردم همین خیلی شد برای همین برادرو در کجایی که یک از حافظ قرآن ای یک از قاری قرآن ای یک از عالم ای یک از علما ای یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ای این از یادمون نبراریم برادرو که اگر او را میگن که برده به سعود رسون برده به سعود نمیرسونی رنگ یعقوب خداوند امتحان میکنه اینا را باید ما بونی کنیم قسم به خدا برای که خلایق امروز 7.5 میلیارد در بین اینها یک از علمای بزرگ میشه یا تا این حافظ میشه مجموعاً حساب کنیم که 50 تا علمای داعی نباشه برای ما یک از واجباتمون حفظ سلامتی انمیای اینا نقض دانیم اینا نقض فهمیم ابوبکر بزرگیش برای چیه ابوبکر بزرگیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ای همین دنیا فایده طلب نکردن برای فایدهش هم زیغ نشدن لیکن یک از فایده دیدم این ابوبکر ختم اولش چوبا گفت همین غلاما رو آزاد کرده دین مرا رونق داد این همین ابوبکر گفت فایده دیدم نباشه برای دنیا زیغ شدگی نبودم برای این عزت ابوبکر صدیق بینید این مقام بینید پیامبر شناخت فدا کرد برای همین اولیای خدا را اکنون ولی خدا را پیامبر خدا را داد یعنی چیکار کرد میگه همون را میگه حفظش میگه سیستمون ببین که کجا میره همش تقدیر الهیه اما یک لغزش میشه و برادر آدم خودش که ره کی داد به ابلیس میبیاد ابلیس همین خیلی فتنه انداخت که فردا شما در راهبر همین میشه
مگه بالای شما دا کلان همین میشه، میگه غرور در درون دلشون آمدک، میگه چنان جوشیدن که اکنون اندیشه داری. ده مردگی وزبینی در بالای سری ما، اما مهربانی در بالای سری او. این خیلی نمیشه گفت اکنون در فکر نابودیش شدن. اینا بینا در فکر نابودیش. فخری رازی با آورده که دونیسته باشه، گفته این دعای اوتا ترسه، ای دعای اوتا ترسه، گفته که همونجا وقتی پیش یعقوب نبی آوردن در رسالش میبیاره، گفتن یوسف و تماشای کوه میبریم، گفت میترسم گرگ بسیار، گفت یکی گرگ میدرشه. همین نفسی گرگ شد، میگه یوسف گرگ دبر رفت. اینا ببین که همین نفس کرد، ای ببین که نفس پدر رفت، گفت میبرشم گرگ درد زیاد، اگون گرگ همین اگون خوف میترسه گرگ نبرش، اگون فلوکتش کنه نباشه برای تسکینی برادراش، گفت همین نبرن. همین گرگ گفت میگه پدر نفس کرد، میگه همین یوسف در همین کمی گرگ رفت تا 40 ساله. برای همین دعای پدر میگیره برادر آدم، حتی که چی نفسی که پدر میکنه آدم همون میشه، چی نفسی که میکنه همون انسان میرسه. امام قاضی رو چند بار روایت کردیم که گفتیم که حضرت فرمودگی به دستیان که چیزی که پدرم دعا داد در زندگیم همون را دیدم، چی نفسی کرد همون را دیدم. برای همین کسی را میبینی بلنده، کسی را میبینی ثروتمنده، کسی را میبینی دودگیش خدا ریشه را پرسه برادر دعای او تو چشمونی نگوی. این دعا اینو بسیار سپره. امام بخاری مدینه منوره مادرشون میبرن، تمام علمای عظام زیارت مادرشون میبیو، تمام علمای حدیث زیارت مادرشون میبیو، دست مادرش بوسه کرده رفتن میگیرن، با مادرش میپرسه که محمد اسماعیل بچم اینجا بیو، این مردم چوی خمر زیارت دارن؟ میگه آخه برای که شب نمازی تهجد داری. آخه بچم کمپیر تهجد خون زیاده، اینه که پیش من بسیار اومده سیان. خیلی ممکن که پیر شده، آخه پیر بسیاره بچم، خیلی چهره نورانی های مادر نه، آخه جو آدم نورانی زیاده بچم. برای او زیارتت میکنن که مادری بخوری، آخه برای نمی زیارت دارن. ای بچم با میگمت که با مغرور نشوی که اینمی امیرالمومنین در حدیث بخوری نمی کمپیر کلون کرده. با مغرور نشوی، احتیاط کن، با مغرور نشوی که انمی ترا من کلون کردگیم بچم. بسیاری وقت به حضرت امام بخاری گریه میکردن، چشمشون ای او وقتا توزه کردن، شاگردان میپرسیدن که چوا گریه میکنی؟ حضرت میگفت برای اوچم دلگیر شدم. چی واخی؟ میگفت بلاگردان ما گم کردم. خیلی بلاگردان. من شبا میخواستم که در همون بالاکی جاگهکش در تهجدش دستای همه پوری همه پوچالهکش طرف آسمان برداشته، لرزیده دعا کرده است. او دستای پوچاله هر یک بلا را سری من یک نیمک میکرد که من خودم میدونم. برای همین این برادر اینا نقض دانیم. دعای پدر و مادر واقعا جوشنه، واقعا جوشنه، واقعا یک چیزی بزرگه، واقعا یک چیزی کلانه. برای همین اینا بسیار بلاگردانه، بعد از سر رفتن دیر میشوه. از امام بخاری میگفت اینا بلاها را از سری من دور میکردن. او دستای ضعیفی میدهک یک نفس کرد در گرگ، یوسف رفت در همودان که پیامبری الهی بدن. بسیار حتی پیامبر اکرم در حدیث ها اشاره کردگیان که نسبت اوچهاتون ای اوتهاتون بسیار ترسه. چون گفتن حضرت دن دلی مادر بسیار مهربانه، چی دعا و دسیسه و دشنام میکنه، گفتن رنگ تیره را که در آوی سلخین میزنه همی خیله تی سلخین میشوه. اما ای پدر ترسه، گفتن که دعا و درود و چیز میکنه تیز زجرتون میکنه می قبول میشوه. بسیارتر ای اوتا ترسه. این ببینین بسیارتر گو ای دعای اوتا ترسه که تیز میگرفته است. یک نفس کرد برای تسکینی برادرو، اما بینه که یوسف به همون چی شد، به همون رفت، به همون دو بیابان. گو بیا بچه‌ام، گفت همین مانی من مقصد دیگه تنج که گردم بیا غمم نته. گو میدونم من میترسم، گفت که همین یوسفی منو میبره سید گرگو میشوه. انا که دعا رفت، نفس رفت همینجا سید گرگو میشوه. یک از انسانای بزرگ میگه وقتی که میشیشته میگه در همینجا من خودم گوش کردم، میگه همین خیل همین ایشانی بزرگ میگه همین خیل بازونوش میرفت میگه و میگه همین خیل دیوید ایدر بیرون برآمدند که و میگه امر کرد که ای بیاره گیره بیارش بیرون در نبرشه. و میگه من آوردم، گفتم خود چون میکنه ما بیرون تماشا کنه؟ گفت ای نه اینو شما بیرون میبری حوض دورو میتینشه. همین آدم میگه مرد رفت، 2 مرتبه همین ایشانا گفت پیش ما دورو دادن، 2 مرتبه داروش دادن. میگه من شاهیدم، میگه که پوستاش ریخ، میگه رواش رنگ داد. 2 ساله بود، میگه در پیش من پدرش نفسش کرگی بود که این نبره هر جایی داروش میتیان. برای همین دعای پدر میره برادرو، برای خوبی هم میره، برای بدی هم میره.
برای همیشه قسم به خدا همین جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ای همه کفر وزبین در دین من انما کفر هسته که انسان در پیش دنیا و ریاست و جورهاش از پدرش ایزا کشه، همین کفر وزبین بده که او تمامی جنبی او تمامی تا نکنه پیش رفیقای من نشنه. نه، باید فخر کنی ای پدر، ما خونی او، ما گوشتی او. ای همه کفر فعلی همین بده که آدم میگه که او تمام جنمونه پیش هوای گیره که هرچی میگه. بسیار گناه عظیم بده است. آدم باید چیکار میکنه؟ ایوتاش ایزو میکشه پیش انمو ریاستش ده و پیش انمو دنیا داریش به جورهاش ده. همین بسیار انسان باید این مسائل احتیاط کنه. این پدر و مادر بسیار چیزی بزرگه. پدرداری مادرداری امانت الله های. یک نفس کرد یوسف علیه السلام 40 سال رفتن با وجود که تقدیر الهی